یکی از بهترین قاعده ها قاعده learn, earn, return هست که من بهش میگم قاعده لر. قاعده لر چی میگه؟ ما اگر این قاعده لر رو بلد باشیم خیلی از استرس ها کمتر میشه، خیلی از رنج ها کمتر میشه. چی میگه؟ میگه شما یک مرحله‌ای داری به اسم لرنینگ، یاد میگیری. یه مرحله‌ای داری به اسم ارنینگ، کسب میکنی. و یه مرحله‌ای داری به اسم ریترن، برمیگردونی. قاعده لر میگه هر چیزی که در دنیا وجود داره یه مدت شما یاد میگیری، تلاش میکنی، کوشش میکنی، پول در میاری، میرسی به مرحله ارن، به دست آوردن، جایگاه اجتماعی به دست میاری، ماشین به دست میاری، خونه به دست میاری. و مرحله سومی وجود داره به اسم ریترن، باید برگردونی. همه اینها امانته. حالا چه نگاه دینی اعتقادی داشته باشی، چه نگاه اینگونه نداشته باشی. قاعده لر به ما میگه تلاش کن، learn، به دست بیار، earn، برگردون، return. و ما اگر بدانیم این قاعده طبیعی زندگی، از میزان استرسمون کم میشه. دیگه برای اون ریترن یا برگردوندن خیلی استرس نمیگیریم. چرا؟ چون میدونیم رکن طبیعی زندگیه. و قسمت جالبش اینه که این یک چرخ است. learn, earn, return، دوباره. یعنی ما یاد میگیریم، به دست میاریم، از دست میدیم و دوباره یاد میگیریم، به دست میاریم و از دست میدیم. این یکی از قواعدیه که ما اگر بلدش باشیم میتونیم از میزان استرس کمتر بکنیم و لود استرسی رو کم کنیم.